ابهام در نرخ بیکاری استان اردبیل. تنها چند روز پس از اظهارات عجیب اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل مبنی بر صفر شدن نرخ بیکاری در 4 شهرستان این استان و مکلف کردن فرمانداری‌ها برای درخواست نیروی کار از سایر شهرها، اینک علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس ایران، به محروم نگه داشته شدن استان اردبیل اذعان کرده و گفته است استان‌هایی مثل اردبیل نه تنها از وجود صنایع مادر محروم هستند، بلکه اکنون با تعطیلی کارگاه‌های موجود نیز مواجه‌اند و تعداد بیکاران این استان به 70,000 نفر رسیده است. سطح دانش و اطلاعات آماری آقای استاندار روشن است، ولی اگر صحبت آقای نیکزاد را مد نظر قرار دهیم، نرخ بیکاری استان اردبیل چیزی حدود 15% خواهد بود، در حالی که آمار رسمی نرخ بیکاری در استان اردبیل را 11.5% اعلام می کنند. البته آمار رسمی هم قابل اعتماد نیستند، چرا که در تعریف مرکز آمار ایران اگر کسی طی 1 هفته اخیر حتی 1 ساعت هم کار کرده باشد، بیکار محسوب نمی شود. در این بین ساده دلانی هستند که انتظار رفع بیکاری توسط مسئولینی را دارند که خودشان هم اطلاع دقیقی از نرخ بیکاری نداشته و نمی‌دانند نرخ بیکاری در استان اردبیل بالاخره چند درصد است.